سلام و وقت بخیر، به درمان خوش آمدید. در این برنامه میشنوید که نشانه های کمخونی در کودکان کدام هاست؟ زود شیر مادر نمیمکه، در سفیدی چشمش اما خطهای سرخ دیده نمیشن. واکسین چرا برای سلامتی مهم دانسته می شود؟ زمانی که یک طفل به دنیا می آید از نگاه معافیتی بسیار ناتوان می باشه. و چراغ، درامه رادیویی با قصه های برای آینده روشن. کارهای ما زیاد است دکتر صاحب. به این بیکار نیستیم که بچه سبق بخونه یا در مکتب سیاش کنه. شما شنونده درمان هستید. برنامه هفتگی رادیویی که برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کند. من زلیخا ظهیر با شما در این برنامه همراه هستم. یکی از وضعیت هایی که در میان مادران و کودکان افغانستان دیده می شود و شباهت زیادی با سایر نقاط جهان نداره، کمخونی آنان است. عوامل این مشکل متعدد است، اما بیشتر به شرایط زندگی و توانایی بدن مربوط میشه. مادری که دچار کمخونی باشه ممکن است کودک او هم کمخون باشه یا بعداً در مراحل مختلف زندگی به این مشکل دچار شود. برخی مادران شاید زود متوجه نشن که کمخونی میتونه رشد و سلامت آینده کودکشان را تهدید کنه. به همین دلیل درمان آن را به تأخیر میندازن و به راههای دیگری روی میارن. گلنار یکی از همین مادرانی است که میدانست کودکش بیمار است، اما درمان او را به موقع آغاز نکرد. او در فاریاب زندگی می کند. اشتیا نداشته، چیزا نمیخوردم، رنگش پریدگی، ضعیف، روز به روزی نشو نموی ازی کمتر شده، رفتن گرفت. یعنی هر کس که ایره دید گفت سر از این بار غلطیده. یک روز ما و شوهرم تصمیم گرفتیم که یک را ملا ببریم. همین ملایی و طبیبی را 6 ماه ما دوام دادیم، اینجور نشد. ما یک روز تصمیم که گرفتیم بردیم میره پیش دکتر. وقت دکتر که دید متوجه شد که در کمخونی مواجه بوده. زیر تداوی دکتر بردیم، روز به روز رشد کردن گرفت. این خانم دیگر هم که اکنون شما صدایش را میشنوین باشنده ولایت غور است. میگوید نمیدانست چرا کودکش مانند سایر کودکان نمیتواند زندگی عادی داشته باشه. به همین خاطر برای گرفتن پاسخ کودکش را هنگامی که به دکتر برد متوجه شد که مشکلش جدی است و او خون کافی در بدن ندارد. طفلکی ما زیاد بی‌اصوله بود، نارامی میکرد، رنگش سفید پریده بود، دیگه بازی نمیکرد. زیاد تشویش بودم که طفلم حتما مبتلا به زردی شده یا کدام مرضی دیگه. نزد دکتر رفتیم، دکتر او رو معاینه کرد، گفت که طفل ما کم خون شده و به او یک قطره داده، از قطره استفاده میکنیم و به خانه است از مراقبت میکنیم. شنوندگان عزیز، شما هم شاید خودتان کمخونی را تجربه کرده باشین یا کودکانتان به آن مبتلا شده باشند. اکنون که با دکتر درباره جنبه‌های مختلف این بیماری گفتگو می‌کنیم، آن را با تجربه خودتان مقایسه کنین تا ببینین تشخیص و درمانی که انجام دادین تا چه اندازه درست بوده است. دکتر متخصص همایون لودین در استودیو با ما هستند. سلام دکتر صاحب، به شما خوش آمدین. سلام، بخیر باشید. در مورد کمخونی نزد مادران در برنامه‌های مختلف صحبت داشتیم. حالا سوال مشخصی است که آیا کودک پس از تولد یا حتی جنین در رحم مادر هم ممکن است که با کمخونی روبرو باشه؟ بله، وقتی که مادر کمخون باشن یا شدیداً کمخون باشن، طبعا چون مادر با موی جنین از طریق خون خود غذا میتن، جنین هم میتونه قبل از ولادت هم کمخون شود. پس لطفاً تشریح بکنین که اصلاً کمخونی چی است؟ چگونه به وجود می آید و ضمن نشانه هایی که مادرها در صدای خود گفتن دیگه چی علائمی داره؟ طبعا از نامش معلوم میشه که کمخونی یعنی کمبود خون، اما از نگاه طبابت و تغذیه میتونم بگویم که وقتی که در خون یک نفر اما اندازی نرمالی یک ماده که رنگی خون را سرخ ساخته او را ما هیموگلوبین میگیم. اگر اندازی هیموگلوبین از اندازی نرمال و معیاری کم شد، امی خودش کم خونی است و به خاطر این مهم است که امو ماده که به نام هیموگلوبین است که ما در کرویات سرخ هم وجود داره،
این امرای خود اکسیژن را به حجرات میبرن و وظیفه اکسیژن همیست که غذا که ما میخوریم این را به انرژی تبدیل میکنه. اگر کسی کم خون میشه طبعا از غذا استفاده درست کرده نمیتواند. و قسمی که قبلا هم شما اشاره کردین و گفتین که چی نشانه ها وجود دارن، آمیش هستن که مثل که مادرها میگه که ضعیف هستم و یا میگه که سرم درد میکنن، یا حتی بعضی مادرها هستن که قلبش زیاد حرکت میکنه یا ضربانش زیاد میشه از قلب، کم خون هستن اکثریتش. وقتی که معاینه شوه در پلوی عمو جلد یک قسم خاک آلود دواری خاصف میداشته باشن جلدشون، این همه نشانه های کم خونی هستن. تشکر. برگردیم به موضوع ما. نوزادان چه نشانه ها و علائمی میتونن داشته باشن؟ طبعا وقتی که یک نوزاد نو تولد میشن اونا مثل دیگه اطفال فعال نمی باشن، زود شیر مادر نمی مکه، امی در سفیدی چشمش اما خطهای سرخ دیده نمیشن، مکمل سفید و مابینش سیاه می باشن که همونطور ببینن. حتی دستایش یک دفعه اگر مادر فشار بتن بندش کنن پس آوازش کنن، اما سفیدی دستش زود به سرخی تبدیل نمیشه و همچنان جلدش خاصف می باشه. گفتین که مادرانی که کمخون باشه احتمال ای که اطفالشان هم کمخون باشه بیشتر است. پس در این صورت حتما امراض دیگه مادر و همچنان نحوه تغذیه‌اش هم میتونه تاثیر داشته باشه در کمخونی اطفال. بالکل. اصلا وقتی که مادر کمخون میشه علتش همیست که غذایش متنوع نیست و همچنان تابلت یا هنفولیک اسید در جریان حاملگی نخورده. هر دو تاثیر دارن و مهمترش غذاست. بعضی مادر هستند که اونا در جریان حاملگی با خوردن غذا علاقهشان کم میشه چون خودش کم خون میشه و وقتی که مادرها قصدن کوشش نکنه که غذای متنوع بخوره مانند گوشت، لوبیا، نخود، سبزیجات برگ سبز، اینا کم خون میشه و وقتی که او کم خون شد نوزاد هم کم خون میشه. خب پس در این صورت آیا کودکانی که پیش از وقت و به صورت نارس تولد میشن بیشتر در معرض کمخونی قرار دارن؟ بله، با وجودی که بیشتر با معرض کمخونی قرار دارن، اما اگر والدین از دکتر سبا و از کارمندای صحی مشوره بگیرن امکان داره که زودتر جلوی این کمخونی گرفته شوه. به طور مثال اگر توسط شیر مادر این طفل تغذیه شوه و به مادر هم غذای قویتر و بهتر داده شوه، احتمال داره که این اطفالی که قبل از وقت تولد شده اصلا دچار کمخونی نشه. حتی ما یک طفل 1 کیلو دیدم که اونا را هم توسط شیر مادر در یک از کشورها تغذیه کرد و بسیار به طریقه خوب که در توسط پیاله تغذیه کرد چون شیر خوردن نمیتونست طفل. بر علاوه شیر مادر که میتونه از کمخونی جلوگیری بکنه، در دوران بارداری مادران دیگر به کدام نکات توجه بکنند تا از کمخونی کودکان جلوگیری شود؟ 3 نقطه بسیار مهم هستند. اولین نقطه ای که غذای متنوع مادرها بخورن، بالخصوص گوشت و نخود و سبزیجات. دومی که هر روز 1 تابلت از هنفولیک اسید و یا تابلت هایی که فعلا در کلینیک های مختلف توزیع میشه که اون ما تابلت های مواد غذایی چندگانگی میگیم که 15 نوع مواد غذایی دوست، بالخصوص اهن و فولیک اسید و 13 دیگه او فعلا به جای اهن فولیک اسید توزیع میشه. این تابلت هم میتونه که مادرها را از کمخونی وقایه کنه. و سیومین گزینه ایستن که وقتی که مادرها غذا میدن همیشه باید دستای خود با آب و صابون پاک بشوین، به خاطر که اکثر مادرها و اطفال به خاطر که عدم مراعات حفظ و صحت کنن اونا با کمخونی مبتلا میشن. پس از 6 ماهگی دکتر صاحب که تغذیه کمکی هم شما گفتین که برای کودک آغاز میشه، دیگه چه نوع غذاهایی میتونه در پیشگیری از کمخونی و تامین آهن که شما گفتین برای کودک مؤثر باشه؟ چقدر سوال خوب کردید. معمولا اطفال در 6 ماهگی به کمخونی و به قد کوتاهی مبتلا میشن و یا وزنشان در 6 ماهگی رو به کاهش شروع میکنن، مادرها شکایت میکنن.
بعد 6 ماهگی غذای خانگی را قسم شروع کنه که زیاد ابگین نباشن. یعنی گوشت بتن، مردم گوشت نمیتن، لوبیا بتن، برنج بتن، پالک و سبزیجات بتن، او را مثل فیرنی و حلوا برای طفل آماده کنن. نه یکی شروع تنها بتن یا آوی برنج بتن یا آوی لوبیا بتن، نه خیر. یک نمونه بسیار ساده، گوشت از ماشین کوفته بکشن، امرای برنج پخته کنن، امرایشان کمی زردک و گشنیز یک جا کنن یا سبزیجات دیگه، ایرا مثل فیرنی خوب نرمش کنن و با اندازی یک بشقابی ماسخوری حدی اقل 3 بار با این طفل بتن در پالوی شیری مادر. خب همون قسم که در صدای یکی از مادران که در اول برنامه نشر شد هم شنیدیم، گاهی والدین با وجود دیدن علائم کمخونی در کودکانشان باز هم با آسانی پیش دکتر نمیرن و راهها و چاره‌هایی را در پیش میگیرن. این تأخیرها چی پیامدهایی برای رشد و سلامتی کودک میتونه داشته باشه؟ اولین مشکلی است که این طفل که کمخون شد غذاش خوب هضم نمیشه. وقتی که غذاش خوب هضم نشد معافیت طفل پایین میان، زود امکان داره که این طفل مریض شود. همچنان قد این طفل کوتاه میمانند، امکان داره که این طفلا مغزش ضعیف رشد کنند و در آینده ممکن در درسهای مکتب و درسهای پانتون ضعیف باشند و خوب رشد نکنند. بسیار زیاد تشکر دکتر. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، دکتر لودین گفت که با تغذیه مناسب مادر و استفاده از تابلت های مخصوص در دوران بارداری که به نام فولیک اسید شناخته میشه میتوان از کمخونی در مادر و طفل داخل رحم او جلوگیری کرد. او افزود که اگر مادر دواهای ضروری را مصرف نکنه و غذای مناسب نخورد، این احتمال وجود دارد که طفل داخل رحم او ضعیف و کمخون به دنیا بیاید. برنامه ما ادامه داره و شما میتونین نسخه کامل درمان را در صفحه فیسبوک BBC میدیا اکشن افغانستان هم بشنوین. افغانستان هنوز هم در زمره کشورهای قرار دارد که اغلب ولادت‌ها در آن در خانه و در شرایط نامساعد از نظر صحی صورت می‌گیرد. ولادت بدون موجودیت افراد مسلکی و با وسایل غیر صحی خطرات زیای کودک یا مادر یا هر دو را با خود به همراه میاره یا حداقل امکان ابتلای مادر و کودک به امراض گوناگون را فراهم می‌سازد. نکته مهم دیگر این است که مادرانی که در خارج از شفاخانه ها و مراکز صحی ولادت می کنند خود و نوزادشان را در بسیاری از موارد از مراقبت های اولیه وقایوی که تطبیق واکسین هاست محروم می سازند. در این بخش پیرامون اهمیت واکسین و ضرورت تطبیق به موقع آن با دکتر متخصص صحبت خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارشی را در همین زمینه داریم. انسان‌ها در مجموع در برابر امراض گوناگون آسیب پذیرند، اما این خطر برای مادران باردار و نوزادان آنها به مراتب افزایش می‌یابد. برای مبارزه با میکروب‌های این امراض، جهان طبابت راه‌های مختلف وقایوی را در طول تاریخ تجربه کرده و رشد داده است. یکی از عامترین و مؤثرترین این راه‌ها تطبیق واکسین هاست که بدن را برای مبارزه با امراض آماده می‌سازد. تطبیق واکسین ها به توصیه سازمان صحی جهان باید از همان نخستین ساعات تولد کودک آغاز شود. این کار نوزاد را که بدنش هنوز با چالش های جهان و ماحول جدید عادی نیست در برابر امراض وقایه و محافظت می کند. اما به دلایل گوناگون همه خانواده ها نوزادان خود را واکسین نمی کنند و در نتیجه با عواقب خطرناک این تصمیمشان روبرو می گردند. پریگل از باشندگان هرات یکی از مادرانی است که کودک اول خود را به خاطر همین غفلت از دست داده است. اول ما به خونه به دنیا آمده بود و واکسین نکرده بودیم. چند وقت تیر شد طفلم نمیتونست دست و پا خور بگیره و گردن و کلانیت را برا میرفت و دیگه نمیتونست که شور بده، دست پا خور کلانیت بی حس و بی حال بود. کلینیک بردن و بعد دکتر گفت که این به دلیلی که واکسین نشده طفل شما از بین رفته. در حالی که مادران در طول حیات و مخصوصاً در دوران قبل از بارداری واکسین‌های مختلف باید بگیرند، این لیست برای نوزادان از لحظات اول چشم گشودن در این جهان باز می شود.
این واکسین ها تا 18 ماهگی و بعد از آن تطبیق شده و کودک را در برابر امراض مثل سل، فلج یا پولیو، دفتری، تیتانوس، سیاه‌سرفه، انواع مختلف زردی ها، سینه و بغل، کلهچرک و سرخکان محافظت می کنند. فاطمه مادر از فیروزکوه مرکز ولایت غور تمام این توصیه های صحی را گام به گام انجام داده است. هر طفل ما واکسینی که نیازمند بوده از زمان تولد تا 5 سالگی هم واکسینیشن کامل شده. یک واکسین که زمانی تولد میشه هم واکسین انجام دادیم. واکسین دوره بعدیش در 1.5 ماهگی، دوره بعدیش در 2.5 ماهگی، دوره بعدیش در 3.5 ماهگی، دوره بعدیش در 9 ماهگی که واکسین سرخکان بود، دوره بعدیش در 18 ماهگی همراه با واکسین پولیو میشد. تا دوره‌اش ما کامل کردیم. روند تطبیق واکسین در افغانستان توسط نهادهای مختلف ملی و بین المللی پیگیری و اجرا می شود. تنها یکی از این نهادها در سال گذشته نزدیک به 4 میلیون کودک و 2 میلیون مادر را در برابر شایع‌ترین امراض واکسین کرده است. این نهاد به برنامه ما گفت که تیم‌های سیاره آنها برای کودکانی که در خانه به دنیا می آیند نیز خدمات وقایوی صحی را فراهم می کند. اما اینکه ساحه این خدمات چقدر وسیع است آمار ارائه نکرد. برای اینکه مادران بتوانند تقسیم اوقات تطبیق واکسین ها را درست و مطابق راهنمایی های صحی انجام دهند، در اغلب مراکز صحی کشور به آنها پس از زایمان کارت های مخصوص توزیع می شوند. دکتر حفیظ سجاد متخصص در یکی از شفاخانه های کابل توضیح می دهد. خانمایی که در شهر زندگی میکنند و امکانات در دسترس دارند و کلینیکا در نزدیکشان است، اونا خوب هستن. اکثرا وقتی که دوباره پیش ما به حساب یا مراجعه میکنن یا بعض اوقات ما که چون جان میشیم اقتدادشانه، اونا واکسین خود به حساب تکمیل میکنن. و صرف خانمایی که در کلینیکا به حساب در اهالی و مثلا در قرى و قصبات قرار دارن و یا کلینیکای به حساب که واکسین دارن ازشان موجود نیست، نزدیک یا دورتر قرار دارن، امکان داره که خانم‌ها رسیدگی نتونن. سازمان صحی جهان و مراجع ملی تاکید دارند که برای داشتن جامعه سالم باید اعضای آینده آن در فضای سالم و عاری از امراض و میکروب ها بزرگ شوند. واکسین ها به گفته آنها یک بخش این تلاش‌ها در ایجاد شرایط مناسب برای رشد کودکان و وقایع سایر افراد جامعه از جمله مادران است. گزارش را با هم شنیدیم. حالا برای بحث بیشتر در این مورد دکتر شینکای وردک متخصص نسایی و ولادی را دعوت کرده ایم که در این مورد همراهشان گفتگو می داشته باشیم. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین. سلام زلیخا جان، به شما و تمام دوستان که صدای ما را میشنوند. ممنون. لطفاً شما بگویید که پس از تولد نوزادان از چه زمانی باید واکسین را دریافت کنند؟ بسیار خوب. زمانی که تولد صورت میگیره و یک نوزاد با آغوش دکترها یا کارکنان صحی میرسه، از اولین دقایق گرفته تا 24 ساعت اول اگر واکسین اول برش زده شود، بر صحت طفل بسیار خوب است و از آفات زیاد نجاتش خواهد داد. و متخصصان هم تاکید میکنن که واکسین ها در همون ساعت اول پس از تولد و ماه‌های نخست آغاز شود. چرا؟ زمانی که یک طفل به دنیا میآید، از نگاه فیزیکی ما میبینیم که طفل بسیار ناتوان است، بسیار خرد است و همون رقمی که ما از نگاه فیزیکی او را میبینیم که ناتوان است، از نگاه معافیتی هم بسیار ناتوان میباشه. پس هر میکروب بسیار زود میتونه بالای از او حمله ور شود و اذیتش بکنه و به آیندهش و امروزش خطرناک باشه. از او خاطر تاکید بر این است که اما بیماری هایی که در اوایل زندگی بسیار خطرناک هستند، اونا هر چی زودتر واکسینشون به طفل تطبیق شود تا طفل تا یک حد تانسته باشیم از بعض آفات نجات بدیم. این واکسین ها به اساس جدول زمانی منظمی تعیین میشن؟ بله، 100%. تمام واکسین ها یک جای داده نمیشه. واکسین ها زیاد هستن و بعضی واکسین ها دوز های متفاوت دارن. مثلا در 3 دوز تطبیق میشن. از او خاطر سنش هم مشخص است که در کدام سنین باید تطبیق شود، که از امو 24 ساعت اول شروع میشه که اولین واکسین یک طفل میگیره. بعد از او در 4 هفتگی واکسین هایی را میگیرن، در 8 هفتگی میگیرن، در 10، 14 و بعدش در 6 ماهگی، در 9 ماهگی، در 18 ماهگی و 2 سالگی آخرین واکسینی است که یک طفل میگیره. خب این برنامه ها که شما گفتین در افغانستان است، در همه کشورها و برای همه کودکان یکسان است یا تفاوت داره؟ نه خیر زلیخا جان، هر کشور نظر به جغرافیایی که داره، نظر به شیوع امراضی که در او کشور هست، نظر به او جدول می سازن و نظر به او واکسینا را اطفال می گیرن.
که مثلا بعض از واکسینایی که از جمله واکسین تی بی یا تبرکلوز است و واکسین فلج اطفال است، این دو واکسین ما در جهان پیشرفته نداریم، اصلا نداریم، به خاطر که در اوج واقعاتش هیچ نیست، ولی در وطن ما و در کشورهای همسایه و در بعض از کشورهای افریقایی تا هنوز هم تطبیق میشه. بر علاوه این دو نوع واکسینی که شما گفتین و بعضی انواع واکسین ها که ما در گزارش اشاره کردیم، دیگه کدام نوع واکسین ها به کودکان در افغانستان تطبیق میشه؟ در کل واکسینایی که در دوران کودکی یا از زمان تولد تا 2 سالگی تطبیق میشه، از واکسین تبرکلوز یا تی بی گرفته، واکسین زردیسیا هپاتیت بی است، واکسین روتا ویروس است که به خاطر اسهالات به طفلا داده میشه و واکسین سرخکان است و واکسین فلج اطفال است که ما شما تا 5 سالگی هم به اطفال میتیم. ولی در کل این به این معنا نیست که ما بگوییم که این واکسین ای طفل گرفته و اصلا این مرض تجربه نمیکنه. بعضن یا به طور منظم میتونن که مرض تجربه بکنن، اما با آسانی، سهلتر، چون اونا مافیت بالاتر دارن، مافیت قویتر دارن و با آسانی میتونن از او دوره بگذارن و خطر هم متوجهشان نباشه. در برنامه‌های قبلی گفتیم که بسیاری از واکسین‌های مورد نیاز مادران به گونه رایگان در دسترسشان نیست. آیا واکسین‌های کودکان هم همین قسم یک وضعیت را داره یا رایگان است؟ خوشبختانه واکسینایی که برای اطفال تطبیق میشه در کل رایگان هست. مراکز صحیش در سطح ولایات گرفته که از شفاخانه‌های کلان تا کلینیک‌های در ولسوالی‌ها در همه جا موجود است که در هر جا، اگر در شفاخانه خصوصی باشه یا دولتی باشه، این مراکز خدماتشان به شکل رایگان می باشه و تمام واکسین‌ها برای اطفال به شکل رایگان تطبیق میشه. ممنون از شما دکتر سایل. ممنون از شما. از دکتر شینکی شنیدیم که نوزاد هر چه زودتر پس از ولادت واکسین دریافت کنه به همان اندازه از مشکلات صحی بعدی در او جلوگیری میشه. دکتر تاکید کرد که سیستم معافیتی بدن نوزاد ضعیف است، از این رو عوارض کوچک بعد از واکسین که برای کمک به این سیستم معافیتی صورت میگیره نباید مانع تطبیق آن شود، زیرا واکسین کودک را از مشکلات عمده صحی محافظت میکند. دکتر گفت حتی اگر خانواده به هر دلیلی تطبیق واکسین برای کودک خود را فراموش کرده باشه، از همان لحظه ای که به خاطر می آورند برای حصول او اقدام بکنند که خوشبختانه در افغانستان به طور رایگان واکسین در اختیار خانواده ها قرار داده می شود. و در این لحظات از برنامه درامه رادیویی چراغ را داریم. بشنویم که داستان این هفته چی است. وای دکتر صاحب پایکم بسیار درد میکنه. خیر باشه اسد بچه، پایت میبینم، انشالله علاجش میشه. یکی بسته کده برش نظر محمد؟ والا دکتر صاحب یک وطندار ما بسته کرد، برام گفت پیش دکتر ببرش، چرا که کلیم صحیح کار نمیکنه. خوب کار کردی که اینجا آوردیش. نگفتی که پای بچه دچی اوگار شده؟ هی چی بگویم دکتر صاحب، این کلش از دست خودم شد. از دست خودت؟ یعنی پایش تو اوگار کردی؟ نه، ما خودم از سر انواری افتیدیم. مثل که تو از سر الماری انداختیش نظر محمد؟ یار دکتر صاحب همه تو فکر کن که ما امیر انداختم. نه آقایم ننداختم مرا. اصل گپی از دکتر صاحب که بچه ما به مکتب و درس و سبق بسیار شوق داشت. مگم چی کنیم که غریبی بود، بیکار نمیشد برش. ما که میخواستم سبق بخورم یا نوشته کنم، آقایم قار میشد. چطور قار میشد؟ کارهای ما زیاد است دکتر صاحب، به این بیکار نیستیم که بچه سبق بخونه یا در مکتب سیاش کنه. اوه خیلی پایش چطور اوگار شد؟ تو قصه کنه؟ قصه از این قرار است که اسد از بسیار وقت از روی کتاب الفبی را یاد میگیره. مگم من سرش قار میشدم که خود از کار نکش او بچه. این واقعی اوگار شدن پایش چطور بود؟ این را خود اسد برات میگه دکتر صاحب. اسد بچیم پای چطور اوگار شد؟ از ترس آقایم دکتر صاحب کتاب را سر الماری پت مانده بودم. خب سر الماری خودت بالا شدی؟ همین که سر الماری بالا شدم یک دم افتیدم و پای. گریه نکو اسد بچه، علاج پای تا اینجا در کلینیک میکنیم. مگم پدرت خوب کار نکده. دکتر صاحب من خودم ملامتی ما قبول میکنم، مگم رنگ غریبی دگو آدم مجبور میشه که همین کار کنه دیگه.
ببین نظر محمد، ما از امی وطن هستیم. جنجالا و مشکلات مردم برای معلوم است. سر از امی مشکلات باید است که خانواده به درس و تعلیم و سبق اولادای خود توجه کنن. راست میگی دکتر صاحب. حالا گپ ازی بزن که پای حسد چطور میشه. عکس پایش میگیریم که دکتر استخوان ببینه. اگه استخوانش کسر کرده بود یا خدای ناکرده شکسته بود، باز پلاستر میکنیمش. دکتر دیو خیمه را گشته نمیتونم، ساتیری کنه نمیتونم. دلت ننداز اصلا، جور تیار میشی، به پای خود میگردی، بازی کده میتانی و سبق هم میخوانی. مادر تو بیا سنگ که در کمپیوتر چطور نوشته میکنم. تو صبر آجره که من می ظرفا را بوشیم میایم ببینم که کلکای در کیبورد کامپیوتر عادت کرده یا نه. از اول که حال بسیار خوب شده. معلوم دار باید است که خوب شوی. حال خو هر وقت در کیبورد کار میکنی. خو تو حال نوشته کو که من ببینم. سعیس خدا کنه که زیر تاثیر نرم. نه بدل جمع نوشته کو. شاباس. اینم تو حال کلکایت که ته عرفا بلد شده. من یک حدیث شریف برات میگم اونو نوشته کو که جمله نوشته کردنم یاد بگیری. سعیس تو بگو برم کم کم جمله رم نوشته کردن میتونم. اینم میگم برات نوشته کو که یاد گرفتن علم بر هر مرد و زن مسلمان لازم است. سعیس این حالا من نوشته میکنم ایره. یاد گرفتن علم بر هر مرد و زن لازم است. اینه نوشته کردمش. من میگم آفرین دختر لایق و هوشیارم. مفهوم حدیث بسیار خوب نوشته کردی. آمنه ینگه کمال بیادرم در خانه است یا نه؟ چرا بیوی جان خور؟ خیرت خواست؟ مرا چورتی و پریشان ساختی. من گفتم کلینیک میرفتیم پرسانه صدا میکردیم که چرا؟ اصلا چی شده خاله؟ از سران وری افتاد مثل که پایه که شکسته. وی خدایا ای چی مشنوم؟ تو باش ما با کمال زنگ بزنم که کلینیک بره. ینگه کمالا بگو که زوده کده خدا کلینیک برسانه. مچم که چرا تلفنش بند است؟ بازار رفته یا ای که از اسد خبر شده و کلینیک رفته باشه؟ بر کاکار نظر محمد زنگ بزن مادر. آجره راست میگه. بر آقای اسد زنگ بزن که از او پرسان اسده کنیم. اهل رو شو. سعیس این زنگ میزن. نمیفهم زنگم رفت پس قطع کرد. جواب نداد. ما با کمال پیام میمانم از قضیه خبرش میسازم. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه درمان با ما همراه بودین. شما در این برنامه از زبان دکتران درباره اهمیت واکسین ها و همچنان عوامل و پیامدهای کمخونی در مادران و کودکان شنیدین. اگر درباره سلامت و پیشگیری از بیماری ها بر خودتان یا کودکانتان سوال ها یا نگرانی هایی دارین، آنها را با ما در میان بگذارین. ما وعده نمیدهیم که همه سوال های شما در برنامه مطرح شوند، اما مناسب ترین و ضروری ترین آنها را حتما با دکتران مهمان در میان گذاشته و بررسی خواهیم کرد. دیدگاه و پرسش های خود را با ما از طریق واتساپ درمان به این شماره به صورت نوشتاری یا صوتی بفرستین. 07 04 60 60 60.
و آن عده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایات خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک می سازد. اما به یاد داشته باشید که آواز افغانستان با BBC هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.